سلوچه سیسته جوتار سیابی سمانه در خرطان شیرین جان سمانه سمانه در خرطان شیرین جان سمانه وقتی که ما گل را گرفته به خانه مردم میگردیم آن به ما به عوض گل میخوان به ما گندم برنج و غیره ها را به ما تحفه کنند. وقتی که ما آنها را میگیریم آن را میخوایم به دشت و صحرا برآمده آن را خوراک پخته خوریم. بیشتر مردم به ما بیشتر گندم میدهند که تا که آن را آش کوچه انداخته آن را به مردم حس کنند. روز شد و شکوه دیگر آمد جسم دو جهان به ملک تاجیک آمد پیران کهن دعای نوروزی دید از دیگر به خانه بود در آمد.